الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدید به ایران برنامه جان صدای برادر. مردم. بفرمایید. صدای مردم تاجیکستان است. بله صدای مردم تاجیکستان است. برادر عزیز، من از افغانستان صحبت میکنم. خب نام مسعود است از ولایت هرات. خیلی خوب. من سال 2 دفعه میام به کشور تاجیکستان چون فامیلم از سوئیس و از جرمنی وضعیت افغانستان خرابه، میان تاجیکستان، من میرم به دیدنشان. خب من میخواستم به ارتباط همین برنامه شما یک چند کلمه برای شما توضیح بدم برادر عزیز. بفرمایید. کشور افغانستان 50 سال از شما خبر داریم جنگ است. خب گناه کی در و در است؟ شدیم، تکه تکه گناه کی شدیم. است؟ جنگ است. برای همین کسایی که خیلی چی بگم، کسایی که دست دارن، کسایی که نمیگذارن ما مردم آرام بشینین. فقط من چند چیز گفته نیستم برادر عزیز. بفرمایید. من دلم به تاجیکستان میسوزه، دلی ما هم به میسوزه. خدا قسم برات بخورم. کشور شما کشور آباد است، کشور خوب است، کشور آرام است. ما فقط چون ما رنج و درد زیاد دیدیم برادر، ما فقط همیر میخوایم بگم به شما، بین شما جنگ نیست، بین شما دعوا نیست، بین شما برادرکشی نیست. چی گپ است که اینقدر شما مردم از خود بی خود میکنین؟ ما خودم تاجیک هستم، تاجیک افغان هستم. اما باور به خدا کن، من پدر خود، برادر خود در افغانستان به این مدت ما یک فامیل از دست دادم. گناه ما است. اما همه قدر افسوس، اجازه بده برادر عزیز، اجازه بده، من همه قدر افسوس میخورم که من سال 2 دفعه فامیلیم نمیتونن به افغانستان بیان. من سال 2 دفعه خودم از می هرات میرم کابل، از کابل ویزا میگیرم میرم تاجیکستان. باور کو یک ماه میسته که همه قدر خوشحال، همه قدر آرام، همه قدر منظم، همه قدر صفایی، همه قدر پاکی، همه قدر مردم میمان نواز. من نمیفهم. من خودم اول از اینکه به افغانستان دیوانه شدم، دیوم از اینکه میبینم خیلی ما و شما به می دنیا 3 کشور هستیم، افغانستان، ایران، تاجیکستان، که چرا اگر سیاسیونتان هستن چرا نمیرن نمیشینن به خوبی حل نمیکنن همین مسائل خوده؟ اول من یک سوال برای شما میتونم. خب بفرمایید. بفرمایید. اصلا کلمه سرقانون میدونی چی است؟ سرقانون. بله. همون سرقانون کشوری ما، من شما رو مطالعه کردین اینو که نکردین، برای من اجازه داده است که تو شهروند جمهوری تاجیکستانی حقی حرف زدن داری. یعنی این دعوای خود سر چی است که وقتی قانون کشوری من مرا اجازه داده است، ما کرپت نداره با جنگ افغانستان. درست است که یک زمان یک گروه رهبرای خیانتکار و خائن آمدن، تا امروز داره در افغانستان جنگ و جنجال است. اما به خاطری که ما سری راه این بدبختی را بگیریم که فردا تاجیکستانی ما مثل افغانستان نشوه، به او خاطر من امروز در این منبر حرف میزنم که قانونهایی که رحمانوف داره در میدان پیاده کرده است، ضد اسلام، ضد مسلمان، ضد کسی که نماز میخونه، ضد کسی که روزه میگیره، ضد کسی که خیرات داره، ما بلند شدیم که مردم این قانون ها پیامک های خوب نداره، به او خاطر ما باید جلوی را بگیریم. میفهمی؟ گوش کو برادر عزیز، بسیار بسیار عفو میخوایم ازت. من پاکستان دیدم، من ایران دیدم، من تاجیکستان دیدم، من هندوستان، من نیم دنیا رو گشتم. خود پاکستان و یک دقیقه، خود پاکستان و یک دقیقه من درباره سوالتون جواب بدم. خود پاکستان و هندوستان و افغانستان و ایران دیدی. من میگم که من آلمان دیدم، من فرانسه را دیدم، من ترکیه را دیدم، من سوئیسریا را دیدم، کشورهای را دیدم که زندگیش بهتر و بالاتر از ما است. من میخوام مثل یا زندگی کنم مردم، مگر جنایت میکنم؟
گوش کو برادر، حالا اجازه بده خیر است. من فکر کو یک آدم، یک انسان، ما به خاطر دیگه چیزی نی، به خاطر نه برای چی فقط خیاس به افغانستان و به سوریه باید بکنین؟ برادر جان اجازه بده من درد خدا بگم بتون. من وقتی رفتم به پاکستان دیدم که مردم پول جمع میکنن بریم جهاد کنین. در کجا جهاد کنین؟ به افغانستان. همراه کی جهاد کنین؟ همراه برادرای مسلمان خود. برادر عزیز نکنین، از خدا بترسین، مردم اینقدر به تشویش نندازونین. دعا کنین کشورتان آرام است، خوشحال باشین، به یک شکل دیگه بریم بشینین گپ بزنین. اینقدر مردم به خدا قسم، به خدا ما درد میه. من پروگرام های شما را میبینم، من رنج میبرم، میگم امی آخه به دنیا از برای خدا کدام کشور، سوریه چی شد؟ افغانستان چی شد؟ گناه کی است؟ آقا مرا گوش که یه دقیقه زیادی بعد میری دیگه. ما در سوریه چی کار دارم؟ چرا گناه سوریه سری من؟ ما در افغانستان چی کار دارم؟ گناه افغانستان سری من بله میدونم که یک برادر افغانی من امروز در افغانستان عذاب میکشه، برای من درد است، اما برای من مهمتر تاجیکستان میسته. برای چی؟ امروز اشرف غنی خاک افغانستان نفروخ، اما امام علی رحمانو فروخ. ایرا چرا حساب نمیکنین؟ امروز اشرف غنی درهای مساجد بسته نکرد، اما رحمانوف بسته کرد. امروز دکتر عبدالله صدر و حجاب من نکرد، رحمانوف من کرد. امروز اشرف غنی مالکیت مردم ندزدید، اما رحمانوف دزدید. امروز داماد اشرف غنی تمام کارخانه ها را از خود نکرد، داماد رحمانوف از خود کرد. چرا ایرا مثال نمیورین؟ فقط جنگ خونریزی اینجا بحث سری مسائل اقتصادی میروه، بحث سری رفتن پارچه وطن میروه. اگر در افغانستان صدها سال جنگ است، اما اشرف غنی و دکتر عبدالله و دیگرش پارچه خاک افغانستان نفروختن، خاک دادن، اشک دادن، خون دادن، لیکن وطن ندادن. در وطن ما چی؟ در تاجیکستان ما چی؟ دعوای کشوری همسایه ما است که تاجیکستان مالی ما است. میفهمی؟ خودت به اندازه من درک نمیکنی برادر افغانی، به اندازه من حس نمیکنی سی وطن داری را. خودت دیدی فقط یکم در داخل جنگ دیدی دردت میکنه، فکر میکنی تاجیکستان ما آباد است، اما از جنگ دیده رفتن پارچه زمین است. میفهمی؟ کردها را میبینی در اروپا، یک بار از هموطنای یا که از نزدیکایی که در اروپا هستن براشون سوال بگو که نفرای کرد که در اروپا هستن براشون از وطن خیسه کنه آبی چشم میریزن. امروز انا همون سیاستی او کسی که تعریفش میکنی رحمانوف میگی، سیاستی او این مردم به یک چاه برده سه که نه اینکه خود دیگه آرزوش میکنی بلکه آینده دیدهش نمیتونی. میفهمی؟ گوش کن برادر جان غم. بله عزیز دل نفسمه، من هیچ مدعا و مقصد ندارم. من همین میخوایم بگم به خودت و به ما مردم افغانستان خسته شدیم از دست جنگ، خسته شدیم از دست شیطانت، خسته شدیم از دست ازی که او به یک چیز میگه، او یک چیز میگه، او کشور یک چیز میگه، او گلبدین یک چیز میگه، یک متیار یک چیز میگه. او دیگر مشکلی های سیاسی است که باید مردم افغانستان یه دقیقه آقا دلم به شما نکنین به خوبی بشینین. اگر کس سیاست مداره برای بشینه گپ بزنه. چرا اگر تاریخ تاجیکستان ما را صبر که یه دقیقه خود از تاریخ ما شاید دورتر هستی، اگر تاریخ تاجیکستان ما را بدانی، یک بار سال 1997 با همراهی خب برهانالدین ربانی و دیگر نفران مسئول یا دیگر را به آغوش گرفتن، گفتن ما برادرم صلح کردن، آمدن 6 تن. امروز احوال صلح ما چه شد؟ امروز باز هم خونریزی، باز هم تهدید، باز هم دشنام، باز هم خشاقی. مگر خودت میگم کو برادر به اندازه من حس نمیکنی تاجیکستان؟ برات سوال میتونم که فردا اشرف غنی بلند میشه، خاکی زمین قندوز است، نمیدونم بدخشان است، هر منطقه‌ای که نباشه پاره میکنن در یک کشور دیگه میتیه، خودت چگونه احساس میکنی این نقطه را؟ برادر عزیز گوش کو برادر عزیز، باور به خدا که ما مردم تاجیک همیاله از دور جنگ خسته شده، میگیم همون طرف پیشاور، همون طرف جلال آباد از دست که خسته شده، میگیم از ما باشه چون خسته شدین. اما گوش کو برادر، من دلم فقط به یک چیز درد میکنه. به چی درد میکنه؟ به این درد میکنه که برادر عزیز همه قدر میگیم
شما به جرمنی شیشته هستین. او مشکلی ما از کجا شیشتم، او دعوای خودت نیست. ما از کجای حرف میزنم مشکلی ما از ما خواهش میکنم اگر او قدر جوان مردین برین اول افغانستان رو آباد کنین، برین اول خاک افغانستان دفاع بکنین، برین اول نگذارین که خون شهید نریزه، نگذارین خون یک بی‌وزن نریزه، اول او رو آباد بکنین بیایم بعد قطعی ما بحث کنین. ولی غیرتی را ندارین 50 سال میگین ولی آماده نیست که همون سرزمین خودتونه. به همون خاطر من خواهش میکنم در سیاستی دیگر کشور دخالت نکنین. یکمش که شما حق ندارین که در سیاست یک کشور دیگه دخالت بکنین، حق ندارین، حق قانونی ندارین، قانون برای شما اجازه نمیده. دومش که او چیزی که من درک میکنم، من حس میکنم، خودت حس نمیکنی، خودت از همه دور میبینی، میره همه دو تا زنهای زیبا را در تاجیکستان میبینی، برهنه حواست میکنه، فکر میکنه که تاجیکستان تمام بهشت است. اما داخل سیاست بشو کشور 4 میلیارد قرضدار است، تو نمیدونی، خاک وطن رفتگی است، تو نمیدونی، ده ها صدها هزارها نفر در کفتوکاوی جنایتی قرار داره، تو نمیدونی، تمام مالکیت مردم هم میگن همه روزه معموی سفید 70 80 90 ساله زندان میشه، تو نمیدونی، کودکی چند ساله تجاوز میشه، تو نمیدونی. میشینی میگی وطن خیلی آباد است، طبیعی است که آباد است، بچه‌ش میبینی آباد است، اما چون عضو این ملت نیستی داخل این ملت نمیدونی چی مصیبت‌های اقتصادی رفته سای، دادگریفت‌های خارجی رفته سای، دعواهای بزرگ سر زمین رفته سای، نمیدونی. خودت با او خاطر لالای عزیز وطن آباد است، به خدا شما از جرمنی هستین، او من از جرمنی هستم، من از فرانسه هستم، من از ایتالیا هستم، من حق شهروندی دارم، من شهروند تاجیکستان. خودت هم چون شهروند حق نداری که دخالت در سیاست داخلی تاجیکستان بکنی. باقی سلامت باشین، تشکر. محروم میشم، وطن آباد است، لالا کاکا آباد است، بره بخیر. اول بره یک وطن اخت آباد کن، هموطن. من از جرمنی هستم، نوخل برای وطنم گپ میزنم. امروز ده ها و صدها افغانی است که در جرمنی خاموش هستن، گشتن، در فکر اون نیستن که وطن در کدام حالت است. یک بار رسانه‌ها را نظر کن. عجیب هستین، عجیب.